این فرمایش الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه اشاره دارد به صحنه از صحنه‌های قیامت که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حدید خیلی واضح‌تر و مفصل‌تر بیان کرده. می‌فرماید یوم تری المؤمنین و المؤمنات، روزی که تو مؤمنین و مؤمنات را ببینی، یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، نورشان جلو در حرکت است، از جلو و از سمت راست. بشراکم الیوم، مژده باد شما را امروز، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. مژده باد شما را امروز به جنتی که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاودانه آنجا خواهید بود و این است رستگاری پرعظمت. یوم یقول المنافقون والمنافقات، روزی که منافقین زنها و مردان منافق بگویند به چه کسانی؟ للذین آمنوا، به مؤمنین، انظرونا، به ما نگاهی بکنید، نقتبس من نورکم، که از نور شما شعله‌ای یا قبسی یا تابشی برگیریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، به اونها گفته می شود به عقب برگردید، از آنجا نور بگیرید که اینجا نوری تولید نمی شود. یعنی محل ایجاد و تولید نور عقب است، یعنی دنیاست که وقتش گذشته است. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور، بین آنها دیواری زده می شود، له باب، که دری دارد، باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، که باطن آن، پشت آن رحمت است و جنت و از جلو آن عذاب است. بین منافقین و مؤمنین به وسیله آن دیوار جدایی انداخته می شود. ینادونهم، منافقین صدا می زنند الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ قالوا بلا، مؤمنین میگویند بله، ولکنکم فتنتم انفسکم، ولی شما مراقبت از خود نکردید، و تربصتم، منتظر بودید که ما از میان برداشته بشیم، مؤمنین شکست بخورند، رسول الله فوت بکنه. این انتظارها را میکشیدید که دوباره به دوران کفر برگردید. و غرتکم الامانی، و آرزوها شما را گول زد، حتی جاء امر الله، تا این که امر الله فرا رسید، قیامت برپا شد. و غرکم بالله الغرور، و ابلیس و نفس شما را گول زد. فالیوم، بس امروز، لا یؤخذ منکم فدیه، از شما هیچ فدیه ای دریافت نمی شود، نمیتونید خود را باز خرید کنید. ولا من الذین کفروا، از کفار هم دریافت نمی شود. مأواکم النار، جایگاهتون آتش است. هی مولاکم، اونجا محل شماست و سرپرست شما و مسلط بر شما جهنم است. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهی است.